ایلان ماسک مدیر عامل شرکت تسلا از ربات تاکسی جدید به نام سایبرکپ در شهر لس آنجلس رونمایی کرد. این ماشین کاملا با هوش مصنوعی کنترل و نیاز به راننده نمی داشته باشد و دارای 2 صندلی و دروازه‌های پروانه‌ای و یک صفحه نمایش عظیم 21 اینچی می باشد که مخاطبین به راحتی از آن می توانند استفاده کنند و در سالهای نزدیک قابل استفاده در شهرهای مختلف امریکا خواهد بود. ایلان ماسک مدیر عامل شرکت تسلا از ربات تاکسی جدید به نام سایبرکپ در شهر لس آنجلس رونمایی کرد. این ماشین کاملا با هوش مصنوعی کنترل و نیاز به راننده نمی داشته باشد و دارای 2 صندلی و دروازه‌های پروانه‌ای و یک صفحه نمایش عظیم 21 اینچی می باشد که مخاطبین به راحتی از آن می توانند استفاده کنند و در سالهای نزدیک قابل استفاده در شهرهای مختلف